من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. ما به سوی عاد فرستادیم برادرشان هود را. عاد نام جدشون هست، نام قبیلهشون هست که به اون جد منسوبه. این عاد هم بعد از نوح علیه السلام مدت کمی بعد از نوح قومی بودند که اینها در بلاد عرب آباد بودند. درباره عاد کتاب‌های قصص انبیاء و تاریخ نوشته عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح، یعنی بعد از 4 پشت این عاد به نوح علیه السلام میرسد. عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. و هود پیامبر که در میان اونها مبعوث شد، این هود فرزند عبدالله ابن رباح ابن خلود ابن عاد هست. منطقه‌ای که اینها بودند قرآن مجید در سوره احقاف که ما خواندیم سوره احقاف را، در سوره احقاف گفته در احقاف بودند. احقاف یعنی توده ریگ، یعنی ریگستان. اینا در یک ریگستانی بودند. کجا بودند؟ بیشتر تاریخ نویسان و تاریخ انبیا را که نوشتن که در یک منطقه بسیار وسیع از عمان گرفته تا حضرموت یمن، در این مناطق یک ریگستان بسیار وسیع بود. اونجا حضرت هود علیه السلام به سوی این قوم مبعوث شد. اما قوم عاد سبحان الله عجیب بود. خدای عزوجل به این قدرت فوق العاده داده بود، قدرت خارق العاده داده بود. اول ببینیم اشکال کار کجا بود. و الی عاد اخاهم هودا. به سوی عاد ما فرستادیم برادرشان هود را. مقصد تبلیغ. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم فقط و فقط الله را پرستش کنید. ما لكم من اله غیره. هیچ الهی، هیچ معبودی غیر از الله برای شما نیست. افلا تتقون. آیا نمی ترسید از شرک و از عاقبت شرک که این شرک شما را به بلای گرفتار می کند؟ اما باز همون ملأ، اشراف، درباریان، حاکمان، سرداران، سرکشان. قال الملأ الذين كفروا من قومه. گفتن ملأ، درباریان، سرکشان، آنهایی که کفر کردند از قوم عاد، انا لنراك فی سفاهه. ای هود ما می بینیم تو را در سفاهت، در کم عقلی. انبیا را به بلادت و به بیعقلی متهم کردن. و انا لنظنک من الكاذبین. ما می پنداریم تو را از کاذبین هستی در این دعوت توحید.
خلاف میگویی، دروغ میگویی. پیغمبر از خود رفع اتهام میکند. قال یا قوم لیس بی سفاهه، ای قوم نسبت به من هیچ سفاهت و هیچ کم عقلی نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، اما من فرستاده هستم از جانب رب عالمیان. برای چه وظیفه‌ای؟ ابلغکم رسالات ربی، پیام های رب را می رسانم. و انا لکم ناصح امین، من ناصح و امین هستم، خیرخواه هستم. هر پیغمبری در دعوتش صفت نصح هست، صفت خیرخواهی هست. داعی باید خیرخواه باشد. قبلا هم عرض کردم در دعوت نوح علیه السلام، دعوتگران ما باید روشهایشون مناظرانه و خصمانه و به زمین زدن طرف نباشد. باید روششان زننده نباشد، همراه با دشنام نباشد، همراه با طعن و تشنیع نباشد، همراه با تمسخر نباشد، همراه با بدگویی و فحش نباشد. حتی خداوند میفرماید به خدایان باطلیشون دشنام ندهید که اون وقت اونها عکس العمل نشان میدهند و به خدای بزرگ دشنام میدهند. لذا باید داعی خیرخواهی را در نظر بگیرد. و انا لکم ناصح امین، من خیرخواه امینی هستم برای شما. امین از این جهت که پیام خدا را من و عن میرسانم، کامل میرسانم، امانت را رعایت میکنم، کوتاهی نمیکنم در اون پیام. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، همه انبیا با همین مشکل مواجه بودن. قوم اعتراض میکرد چرا بشر، چرا انسانی بیاد پیغمبر بشه؟ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، آیا شما تعجب میکنید از این نکته که ذکری از جانب رب آمده؟ ذکر چی بود؟ اعبدوا الله، فقط خدا را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، ذکر همین بود، پیام همین بود. پیامی از جانب رب آمده علی رجل منکم، بر مردی که از جنس شماست، بشر هست. لینذرکم، تا که شما را بترساند. آمده که شما را بترساند. اما شما غافل نباشید، شما به گذشته تون نگاه بکنید. به گذشته نگاه کردن، مطالعه کردن، به گذشتگان پرداختن باعث میشه که انسان اصلاح بشه، انسان هدایت بشه. یادآوری میکند قبل از من، میگه قوم نوح بود. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کنید زمانی که خداوند شما را خلیفه قرار داد. خلیفه بعد از قوم نوح. بعضی وقتها میگن انسان خلیفه هست روی زمین، بعضی میگن خلیفت الله. این کلمه خلیفت الله برای عموم انسان ها درست نیست. خلیفه، پیامبران خلیفه خدا هستن. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. اما اینکه خداوند انسان را خلیفه گفته، و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، به ملائکه گفت من روی زمین خلیفه میخوام درست کنم. خلیفه به این معنی که مفسرین گفتن یخلف بعضکم بعضا، یک گروهی می آید خلیفه گروه دیگری میشه، جانشین دیگری میشه. قوم نوح رفت، قوم عاد آمد. قوم عاد میره، قوم ثمود میاد. قوم ثمود میره، قوم لوط میاد. اینا پشت سر هم جانشین هم دیگه میشند. ما هم همچنین 100 سال پیش رسول الله صلی الله علیه و با همون حدیث قرن و 100 سال تفهیم کرد. 100 سال پیش از انسانها کسی امروز نیست، امروز ماییم، حکومت مال ماست، دور ماست. بعد از 100 سال نام و نشانی از ما نیست. گروه دیگه میان، این بازارها مال اونها، این ساختمانها، این کوچه ها، خیابانها، محلات، باغات، اینا مال اونها میشن. ما عددی نخواهیم بود، هیچ کس نام ما را هم نمیدونه. پس خلیفه به این معنا هست. لذا اینها را میگه شما را خدا خلیفه قرار داد.
من بعد قوم نوح، بعد از قوم نوح. اما نعمت خدا را یاد کنید که وزادکم فی الخلق بسطه، خداوند در خلق شما را وسعت داد. بسطه دو معنا میتونه داشته باشه، یکی از نظر زمین، سرزمین، آبادی، امکانات. هر قومی که میآید قوم بعد نسبت به قوم گذشته بیشتر دارد، وسعت دارد، بیشتر امکانات دارد، بیشتر آبادی دارد. چیزی که ما امروز داریم 100 سال پیش مردم داشتند. هزینه یک ماه ما شاید به اندازه هزینه 10 سال اونها بود. هر چی که جلوتر الله بیشتر میده. پس یک معنی زادکم فی الخلق بسطه، بسطه یعنی وسعت. و بعضی گفتن فی الخلق یعنی در نیروی جسمانی، و این درستر است با بعضی از آیات که خداوند از جسم و از قوت و از تنومندی اینها صحبت میکنه. این تفسیر راجحتر معلوم میشه که خداوند شما را از نظر جسمی بسطتاً فی الجسم قرار داد، یعنی انسانهای تنومند، انسانهای نیرومند که الله میفرماید وقتی که عذاب آمد و اینها افتادند کأنهم اعجاز نخل خاویه، گویا تنه یک نخل بسیار بلندی که افتاده از ته خالی هست، مثل نخل خرما میماندند، چنان قداور و قد بلند و تنومند. پس این قوم را الله عزوجل قدرت جسمی عجیبی داد. فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. ای قوم یاد کنید نعمتهای الهی را، لعلکم تفلحون. نعمت خدا، اگر انسان به نعمت خدا فکر بکنه رستگار میشه، چون شاکر میشه، شکرگزار میشه، فقط خدا را عبادت میکند. ما هم اگر گاهی نعمتهای خدا را یاد کنیم، قبلا ما چی بودیم، چی داشتیم، چه امکاناتی داشتیم، امروز الله به ما چی داده. بعضی عزیزان گاهی یاد میکنن، خیلی انسان لذت میبرد. میگویند در زمان قدیم نانی نبود، نان خشکی نبود، ما چشممون دوخته بود به این خانه اون خانه که از یک جایی هر خونه میدونستیم نانی داره، اونجا میرفتیم. و اگر کسی گندم بریان شده میداد دیگه بهترین غذا بود. لذا امروز میبینن خدا چی داده. هر روز یک گوسفندی را سر میبرن، هر هفته یک گوسفند، هر شب غذاهای رنگ به رنگ. نعمت خدا را انسان با گذشتهش مقایسه بکند. پدران ما چی خوردند، چی داشتند، به ما الله چی داده. اونا تو چه خونه های زندگی میکردن، ما کجا زندگی میکنیم. اونها برای سواریشون چی داشتند. اگر بلا نسبت کسی الاغی داشت چقدر خوش بود، ما چی داریم. همه اینها را فکر کنید. این نعمت باعث میشه که ما شکرگزار باشیم. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. فکر میکنه خدا به من چقدر احسان کرده، به من چقدر لطف کرده، به ما انسانها چقدر کرم کرده. اون زمان علم نبود، کلمه را بلد نبودند. امروز الحمدلله همه مردم قرآن خوان و قرآن دان و بچه ها، دخترها، پسرها همه حافظ. اینا نعمتند. انسان همه چیز را با گذشته مقایسه بکند و شاکر باشد. لذا حضرت هود به قوم میگه نعمتهای خدا را یاد کنید. فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. آلاء الله ای نعم الله، نعمتهای الله را یاد کنید شاید شما رستگار بشید. یا بعضی به معنی یقینا میکنن، قطعا شما رستگار میشید. اما کجا هست این قوم، کجا هست گوش شنوا؟ قالوا اجئتنا لنعبد الله. میگویند آیا پیش ما آمدی لنعبد الله وحده، تا اینکه ما فقط و فقط به تنهایی خدا را عبادت کنیم. آمدی که ما را یک تا پرست بکنی. و نذر ما کان یعبد آباؤنا، آمدی که ما ترک کنیم آن معبودان و آن خدایانی که پدران ما می پرستیدند.
ای هود اگر راست میگویی فأتنا بما تعدنا، بیاور اون عذابی که ما را وعده میدهی، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی عذاب بیار. ما از خدایانمان بر نمیگردیم، اون چی که پدران ما پرستش میکردند ما هم پرستش میکنیم. حضرت هود علیه السلام چی گفت؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. ای قوم، با این که شما مطالبه عذاب میکنید، شما واقعا دارید به سوی عذاب میرید، به سوی خشم خدا میرید. خشم خدا بر شما واقع شده. قد وقع علیکم، واقع شده از بر شما من ربکم، از طرف خدا، رجس یعنی بلا، عذاب، و غضب و خشم. دلیلش هم اینه که خودتون میگید عذاب بیاد، با زبان خودتون عذاب میخواهید. ای قوم، مگر این خدایانی که شما پرستش میکنید اینا چی خاصیتی داره؟ اینا چی کارند؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، آیا شما با من بحث میکنید، جدل میکنید درباره نامهایی که شما این نامها را گذاشتید؟ سمیتموها انتم و آباؤکم، شما و پدران شما. ما نزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیل نقلی و نه عقلی بر معبودیت اینها و بر این نامها نازل نکرده. ببینید گاهی ما نام میگذاریم برای افراد، این نامها نامهای نامناسبی هستند. حتی برای بعضی از بزرگان، برای بعضی از انبیا نامهایی هستند که ما گذاشتیم، خدا این نامها را نگذاشته و هیچ دلیلی نیست. مثلا بعضی از مردم اعتقاد دارند که الیاس علیه السلام که پیغمبری هست، زنده هست و در دریاها همیشه کسی در دریا مشکلی پیدا کرد الیاس را صدا بکند، لذا میگن فریادرس بحر، فریادرس دریاها. و معتقدند که حضرت خضر علیه السلام در جنگل ها هست، هنوز زنده هست. هر کسی مشکلی در جنگل و در بیابان پیدا کرد، خواجه خضر را صدا بکند، فریادرس بر و خشکی. این الان فریادرس که ما درست کردیم. یا بعضی از بزرگان را نام گذاشتن دستگیر، الان نامش چیزی دیگه هست. دستگیر یعنی هر جا که ما مشکل داشتیم صداش بکنیم دست ما را میگیرد. یا شیخ عبدالقادر جیلانی را نام گذاشتن، صفت گذاشتن غوث اعظم، یعنی فریادرس بزرگتر، هر جا فریادش کردی به دادت میرسه. این نامها را ما گذاشتیم، خدا نگفته. اونها هم برای خدایان خودشون چنین نامهایی میگذاشتند که معنیش این بود که مشکلات ما را حل میکند، به ما اولاد میده، به ما رونق میده، به ما ترقی و پیشرفت میده. حضرت هود میگه اینها را شما گذاشتید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، الان که عذاب میخواهید منتظر باشید، منم منتظر میمانم. حضرت هود علیه السلام از خدای عزوجل عذاب خواست. ابتداً خداوند گوشمالی داد، 3 سال قحط آمد، اون چی که در تاریخ انبیا نوشته. 3 سال بر این قوم قحط آمد. اینها اعتقاد داشتن که هر وقتی که قحط آمد بریم اونجا کعبة الله، خانه کعبه، ابراهیم علیه السلام تجدید بنایش کرد. اونطوری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید مسجد الحرام و مسجد الاقصی در حدیث صحیح هست که روزی که الله زمین را پیدا کرد اینها را درست کرد. 40 سال بعد از مسجد الحرام مسجد الاقصی را الله درست کرد، قبل از بنای ابراهیم. این وقت خراب شده بود، ابراهیم تجدید بنایش کرد. لذا اینا معتقد بودند که به کعبة الله هر که بره دعا بکند اونجا دعاش قبول میشه. چند نفر را فرستادند،
یکی از اونها قیل ابن عنز بود، یکی لقیم ابن حزان بود، یکی مرثد ابن سعد بود. 4 نفر بودن. اینا را فرستادم برن مکه و اونجا دعا بکنن، چون در ملک ما در یمن و در عمان در این بلاد احقاف اینجا قحط است تا باران بیاد. اینها اونجا که رفتند، یکی که اونها را میزبانی کرد به نام معاویه ابن بکر، خونه معاویه ابن بکر چند روزی ماندند و اون چنان اینها را پذیرایی کرد، اکرام کرد که مهمانها از یمن آمدند و 2 کنیز رقاصه داشت. اینها شب و روز رقاصی و عیاشی بود و اینا با اینها مشغول شدند، از دعا و از هر چی فراموش شدند که اینجا دعا برای چی آمدند. بعد از 3 سال که قحط آمد، الله عزوجل بر اونها ابری فرستاد. وقتی که ابر آمد، قالوا هذا عارض ممطرنا، این ابری هست که به ما باران میده. اونا خوشحال شدن که ابر آمده و به ما باران میده. ابر سیاهی بود، فکر کردن دعای اونهایی که رفتن قبول شده، باران آمده. الله میفرماید بل هو ما استعجلتم به، این اون چیزی است که شما عجله داشتید. به زبان حال الله میفرماید این اون چیزی است که شما عجله داشتید. فی ریح فیه عذاب شدید، این ابر باران نیست، این طوفانی هست، به شکل ابر آمده و عذاب شدیدی در این هست. اینها همه رفتن زیر ابر، خوشحال، شادان، خندان که باران شروع میشه. ناگهان شروع شد عذاب الهی، طوفان شروع شد. چنان طوفانی که سبحان الله، الله عزوجل چندین روز اینها را به عذاب گرفتار کرد. با یک رجفه ابتدا، زلزله و از بالا صیحه، صدای مهیب، چنان شد که جگرهایشون پاره شد و اینها را الله عزوجل تار و مار کرد، به عذاب گرفتار کرد. اونهایی که اونجا بودند، حضرت هود علیه السلام در یک پناهگاه با مؤمنین رفت، خدای عزوجل اونها را حفاظت کرد. اونهایی که مکه رفته بودند، کسی رفت اونها را خبر داد که قوم نابود شد، قوم هلاک شد. اونها گفتن هود کجاست؟ گفتن هود زنده هست، در یک پناهگاهی بوده. یکی از اون افراد قیل ابن عنز بود، اون گفت که قوم که مرده زندگی من به چه درد میخورد، من هم نمیخوام ایمان بیاورم. اما مرثد ابن سعد از اونجا توبه کرد و آمد پیش هود. بعدا نسل اینها ادامه داشت. اون عاد اولا بود، اینها عاد اخرى هست. الله می فرماید فانجیناه والذین معه برحمت منا، ما آنها را نجات دادیم و کسانی که ایمان آوردن با هود با رحمتی از جانب خود ما. و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، الله می فرماید که ما از ریشه برکندیم ریشه آنهایی را که تکذیب کردن آیات ما را. و ما کانوا مؤمنین، آنها ایمان نیاوردند، به خدا ایمان نیاوردند، الله به عذاب گرفتارشون کرد. الان روی این واقعا فکر کنیم. اونهایی که به عذاب خدا مسخره می کنند، اونهایی که مغرورند، اونهایی که چند روزی که خدا بهشون مهلت میده فکر میکنند که دیگه خبری نیست. نه، وقتی که میاد و سخت میگیره. به قول مولانا رومی تومش و مغرور و بر حلم خدا. خدا که حلم داره، بردباری و تحمل داره، بر این مغرور نباش، هر چی دلت میخواد بکن. تومش و مغرور و بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد تو را. وقتی که عذاب بیاد سخت میاد. ببین چگونه سخت زد، اینقدر دیر شد که اینا مغرور شدن، گفتن زودتر، ولی آمد و زد. این واقعه دوم بود. واقعه سوم،
حضرت صالح علیه السلام را الله عزوجل به سوی قوم ثمود فرستاد. قوم ثمود هم اینها هم از همون نسل بودند، از نسل عاد بودند و مدتی بعد از اون اینها بودند، فاصله زیادی نبود. ثمود که جد امجد اینها هست، ثمود ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح. ثمود هم فرزند همون عاد بود. اینها باشندگان سرزمین حجر بودند. حجر بین مدینه و بین شام، بین سوریه، بین شام، یه منطقه وسیعی بود حجر. اینها اونجا زندگی می کردند که اینها را خدا به عذاب گرفتار کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به سفر تبوک رفتند، در سال 9 هجری به غزوه تبوک رفتند، از کنار روستاهای اینها و آبادیهای اینها که به وادی القرى معروف است، از اونجا رسول الله گذر کردند و وقتی که از اونجا عبور کردند صحابه را گفتند از اینجا زود رد بشید که اینجا جای عذاب است. این قوم نافرمانی خدا کرد و به عذاب خدا گرفتار بود. آثار و نشانات عذاب بودند. آثار و نشانات عذاب قوم عاد میگویند امروز بر بعضی از کوها و دشتهای یمن آثار اون طوفانها هست. الله عزوجل طوفانی فرستاد که 7 شب و 8 روز بود. 8 ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. این طوفان که وزید تا 7 لیال و 8 ایام، 7 شب و 8 روز، اینها چنان اون قوم را تار و مار کرد، میگویند که اینها را به آسمان برد و له کرد و انداخت. اینها الله میفرماید فتر القوم فیها صرعا، اون قوم را میدیدی که افتاده کأنهم اعجاز نخل خاویه، مثل تنه درخت خرما که از تو خالی و خورده شده باشد، تو خالی باشد، افتاده و به عذاب خدا گرفتار شده. لذا اینها هم بعد از اونها بودند در سرزمین حجر و آثار عذاب را رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اینها مشاهده کرد. پیغمبری که فرستاد و الی ثمود اخاهم صالحا، برادر نسبیشون بود. صالح هم از فرزندان ثمود بود. صالح ابن عبید ابن حاضر ابن ثمود. صالح آمد و در میان اینها قوم را تبلیغ کرد. چی گفت؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. بدبختی تمام اقوام شرک. این هم به سوی یکتاپرستی دعوت میده. ای قوم الله را عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بجز الله. قد جاءتكم بینة من ربکم، آمده بینه و معجزه از طرف ربتان. قوم صالح ابتدا نپذیرفت. یکی از سرداران بود به نام جندع ابن عمرو، جندع بن عمرو. این گفت اگر تو از این کوه، از دل این کوه شتری را بیرون بیاری که ما ببینیم شتری هست و زنده هست، ما به تو ایمان میاریم. تقاضا کردند. حضرت صالح علیه السلام پیغمبر محبوب خدا دعا کرد خدایا اون چیزی که این قوم میخواد، چون پیغمبران همیشه حریصند بر ایمان قوم، میخواهند قوم ایمان بیاورند، دل سوزند، خیر خواهند. لذا تضرع کرد خدایا شتری بده. الله عزوجل به قدرت خودش سنگ را شکافت، کوه را شکافت،
یک شتر بسیار قوی هیکل و شتر بسیار بزرگی از دل کوه آمد بیرون. تعجب کردند قوم. فقط همین جندع ابن عمرو با چند تا، میگویند همین یک سردار با چند تا از نزدیکان و قبیله خاصش ایمان آوردن. بقیه قوم مسخره کرد، گفت جادوگری هست. به هر حال قوم ایمان نیاورد. حضرت صالح ادامه داد: ای قوم قبول کنید، بپذیرید. اما قوم قبول نکرد و برعکس شتر را مزاحم می‌دانستند. شتر از آیات الهی بود، از شعائر الله بود. این شتر هر وقتی که برای آب میرفت، بر آبسری که اونها داشتن، بر چاه و حوضچه‌ای که اونها داشتن، تمام حیوانات اونها، شترها، گاوها، گوسفندها رم میکردن، فرار میکردن، وحشت میکردن. وقتی که شتر میرفت دیگه هیچ حیوانی نزدیک نمی آمد. الله عزوجل به این هیبت عجیبی بر حیوانات داده بود. آخر قوم گفتن به صالح نمیشه، ما تا کی گوسفندان ما تشنه بمانند، حیوانات ما تشنه بمانند. با هم توافق کردند، یک روز مال شتر، یک روز مال همه حیوانات اونها. چون شتر معجزه‌ای بود، همه آب را یک جا سر میکشید. اون حوضه مخصوصی که بود پر میشد، همه را یک جا میخورد. لذا این ترتیب بود تا اینکه آخر اونها به تنگ آمدند. باز هم گفته این شتر آمده و تنها راهش اینه که این شتر را بکشیم. صالح علیه السلام شنید، قوم را توصیه کرد، گفت که ببینید که شتر را دست نزنید. شتر را دست زدید، این از آیات الهی هست، فوراً عذاب میاد. یکی از دلایلی که عذاب زود آمده وقتی که قوم به شعائر الله توهین کردند. شتر از شعائر الله بود، توهین کردند، مسخره کردند. لذا در صدد بودند که این شتر را از بین ببرند. اونطوری که در قصص انبیا نوشته، در عموم تفسیرها نوشته، یه زنی مالدار به یک جوان فاسد که دنبال این زن بود و عاشق این زن بود دستور داد. اما در قصص انبیا نوشته که مالدارهای زیادی بودند. از بین این مالدارها 2 زن بودند که خیلی مال و سرمایه داشتند و حیوان داشتند. یکی به نام انیزه بنت غنم، پیرزنی بود که چند تا دختر داشت. این انیزه یکی از اون فاسدها را که به نام قدار بود، قدار یا قدار بعضی جا گفتن، قدار را خواست و گفت که اگر این کار را بکنی به خاطر حیوانات من و بری این شتر را از بین ببری، من بهترین دخترم میدم. این هم دنبال دخترانش بود. لذا برای او روز خوشی بود. این یک فرد عیاش و فاسد و بدی بود. زنی دیگر بود به نام صدوق بنت خیا ابن مهر. اون شوهری داشت که شوهرش حیثم ابن حراوه بود. این زن هم تصمیم گرفت که شتر را بکشد. شوهرش به حضرت صالح ایمان آورده بود. شوهر وقتی که از این خبردار شد که زنم چنین قصدی دارد، زنش را طلاق داد. اما این زنش با یک سرکش دیگر به نام مصدع ابن مهرج با اون ساخت و باخت کرد. گفت که اگر تو این کار را برای من بکنی، من مال تو. یکی به خاطر ترس از خدا زن را ترک می کند و یکی نافرمانی خدا می کند تا زن را به دست بیارد. دنیا همینه. بعضی ها به خاطر ترس از خدا از دنیا فرار می کنند، بعضی ها از عذاب پروا ندارند، همون را حاصل می کنند. لذا این 2 شدند
و 7 تا دیگه گردن بگیر و سرکش و عیاش دیگه که همراهان اینها بودند با اونها همراه شدند. و کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض. الله می فرماید که گروه یک باند 9 نفره بودند که اینا کارشون فساد بود. 2 تا اینها و بقیه. اینها گفتم میریم به سراغ شتر صالح علیه السلام. وقتی که رفتن اول قدار گرفت شمشیرش را، قبلا شما خواندید آیه را، شمشیر را با شمشیرش بازی کرد، شمشیر بازی کرد و اولین ضرب را به پای شتر زد که شتر افتاد و بعد بقیه حمله کردند و این شتر را، این معجزه بزرگ الهی را از بین بردند. حضرت صالح وقتی که مطلع شد، متوجه شد، به قوم گفت که ای قوم برید پس منتظر باشید، عذاب خدا میاد. 3 روز شما مهلت دارید. روزی که صالح این را گفت 4 شنبه بود، گفت 5 شنبه و جمعه و شنبه شما مهلت دارید، عذاب میاد. اینا مسخره کردند، همه خندیدن. چی داره میگه؟ فقال تمتعوا في داركم 3 ایام ذلك وعد غیر مکذوب. این وعده ای هست، دروغ نیست، واقعیته. لذا قوم مسخره کرد. روز یک شنبه عذاب شروع شد. سبحان الله، عذاب الهی. الله می فرماید در آیه دیگر فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام. الله می فرماید اون شتر را از پای در آوردند، به اونها مهلت داده شد 3 روز. در آیه دیگه هست و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. چند نوع عذاب آمد، خدا از هر طرف عذاب آورد. صیحه میگویند جیغی و فریادی از آسمان که بعضی میگن جیغ جبرائیل بود. چنان فریادی کشید که جگرها پاره شد، در دم اینا سکته کردند و از بس که وحشت کردند زمین به زمین محکم چسبیدن. گاهی انسان نمیدونه خودش را به کجا بگیره، دست به زمین به خاک میبره. الله میفرماید چنان حالتی بر اینها حاکم شد، اینها به زمین افتادند و زانوهایشون به زمین و دهانشون به خاک. لذا ببینید در اینجا چه تعبیر کرده الله. حضرت صالح چی گفت؟ قد جاءتكم بینة من ربكم. ای قوم بینه و معجزه از جانب رب آمده. اون معجزه چی هست؟ هذه ناقة الله. این شتر الهی هست، شتر خداوندی هست. لکم آیتا، برای شما آیه و نشانی بزرگی هست. فذروها تأکل فی ارض الله. حقوق ناقه بگذارید این را که بخورد در زمین خدا. ولا تمسوها بسوء، و به بدی او را دست نزنید. اگر این کار را کردید فیأخذکم عذاب علیم. عذاب علیم شما را میگیرد، عذاب دردناک. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. ترغیب میده، میگه یاد کنید زمانی که الله شما را خلیفه بعد از قوم عاد قرار داد. بعد از قوم عاد روی زمین خلیفه و جانشین شما شدید. و بوأکم فی الارض. الله شما را در زمین جای داد. چه نعمتهایی داد. تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. الله می فرماید شما از زمین نرم، زمین خدا متفاوته، مختلفه. یه جای نرم هست، یک جای سخت هست. اون جایی که نرم هست شما برای خودتون کاخ میبندید، قصر میبندید، همون کاری که امروز ما هم میکنیم. و کوها که سخت هستند، تنحتون الجبال بیوتا، اونجا را برای خودتون میتراشید، کوها را میتراشید
و خانه درست میکنید، پناهگاه درست میکنید. زمانی که هوا گرم بود، اینها پناهگاه های سردی در کوه درست کرده بودند. کوه ها را می تراشیدن، بهترین جا برای خودشون برای استراحت اونجا می رفتن. وقتی که هوا سرد بود، کاخها و قصرهای بلندی درست کرده بودند، تو اونها زندگی می کردن. لذا حضرت صالح میگه این نعمت خدا را چرا یاد نمی کنید؟ فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. نعمت های الله را یاد کنید و در زمین فساد کنان نگردید. فساد نکنید، گناه نکنید، معصیت نکنید. قال الملأ الذين استكبروا، درباریان، اشراف، سرداران کفر، اینها به فقرا گفتن شما صالح را قبول دارید؟ میخواستن بدونن واقعا شما باور دارید که صالح پیغمبر خداست؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، آنهایی که تکبر کرده بودند، آن ملأ، آن درباریان و سرداران سرکش، به قوم گفتند للذین استضعفوا، به آنهایی که ضعیف قرار داده شدند، یعنی به فقیر فقرا گفتند لمن آمن منهم، به آنانی که ایمان داشتند از آنان به صالح گفتند اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا شما باور دارید، شما میدانید که صالح فرستاده رب هست؟ یعنی واقعا صالح از طرف رب فرستاده شده، باور دارید؟ اینها کتمان نکردند، تغییر نکردند، نترسیدند. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ما به آنچه که صالح فرستاده شده ایمان داریم، ما هر چی که صالح میگه ما قبول داریم. اما اون مستکبران چی گفتن؟ قال الذين استكبروا، گفتن مستکبران انا بالذي آمنتم به کافرون، ما به اون چیزی که شما ایمان دارید ما کفر میکنیم، یعنی قبول نمیکنیم، منکریم، باور نداریم. پس چیکار کردن؟ اینجا خلاصه گفته الله، تفصیلش را بنده عرض کردم. فعقروا الناقه، یعنی 4 دست و پای ناقه را قطع کردند، توهین کردند به معجزه الهی. و عتوا عن امر ربهم، امر رب را سرکشی کردند، تمرد کردند. و بعد با چه جرأتی به صالح میگه عذاب بیار. و قالوا یا صالح، گفتن ای صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، بیاور آنچه که ما را وعده میدهی اگر راست میگی، اگر از پیامبران هستی. رب العالمین میفرماید فاخذتهم الرجفه، زلزله اونها را گرفت، زلزله گرفت. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانهشان جاثمین یعنی بزانو افتادند. ما در این آیه داریم زلزله گرفت، در آیه دیگه که بنده قرائت کردم فاخذتهم الصیحه، صیحه آمد. صیحه یعنی صدای مهیب و خطرناک از آسمان، و اینها با هم تعارضی ندارند، هر دو نوع عذاب آمد. الان خواندیم بر قوم نوح وقتی که عذاب طوفان آمد و سیل آمد، از بالا هم شیر را خدا باز کرد، از پایین هم فواره را بالا زد، از زمین و آسمان. اینجا هم از عذاب از زمین و آسمان، از پایین زلزله شروع شد، رجفه لرزش، و از بالا صیحه صدای مهیب و خطرناک. اینها تو خونه هایشون افتادن. فتولى عنهم، صالح از اونها اعراض کرد، یعنی صالح راهش را گرفت و رفت. وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، به قوم خطاب کرد بعد از اینکه قوم هلاک شد. یا قوم، ای قوم، لقد ابلغتكم رسالت ربی،
من پیام ربم را به شما رسانیدم و نصحت لکم و شما را خیر خواهی کردم ولکن لا تحبون الناصحین، اما شما خیرخواهان را دوست ندارید، خیرخواهی مرا دوست نداشتید، حرف شنوی نکردید. ببینید صالح علیه السلام بعد از عذاب این را گفت. مگر بعد از عذاب اونها میشنوند؟ الله عزوجل معجزتا برای انبیاء خودش، تمام انبیاء تقریبا که عذاب بر قومشان آمد، اینجا ما درباره صالح داریم و واقعه بعدی درباره حضرت شعیب داریم و در واقعه بدر که انشاءالله ما بعد از سوره اعراف سوره انفال را میخوانیم و در اونجا جریان بدر هست، برای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داریم در روایت ها که اینها بعد از این که سرکشان کشته شدند خطاب کردند. رسول الله اون 70 نفر از بزرگان قریش را که کشته شدند در یک چاله انداخت و بعداً خطاب کرد، گفت که به سزای اعمالتون رسیدید یا نرسیدید. پس این انبیا وقتی که خطاب میکنند سخن اینها را خدا به اونها میرساند و میفهماند تا حسرت و درد درون اونها را الله بیشتر بکند. این شکنجه روحی هست. علامه آلوسی گفته فتول عنهم، یعنی بعد ان جرى علیهم ما جرى، بعد از اینکه اتفاق هر اتفاقی که افتاد علی ما هو ظاهر، معتما متحسرا، صالح غمگین بود، مغتما متحسرا غمگین بود، حسرت میخورد علی ما فاتهم من الایمان، بر اینکه از ایمان از اینها فوت شد. بعد از اینکه دشمنانش از بین رفته هنوز صالح جوش میزند که چرا بدون ایمان اینها مردند. ما اگر دشمنیمون کشته بشه جشن میگیریم، پایکوبی میکنیم، ولی خیرخواهان ناراحتن چرا بدون ایمان رفت، چرا به جهنم رفت. این سیرت انبیا. نباید برای مردن هیچ انسانی جشن گرفت و خوشی کرد و تبریک گفت. لذا مغتما متحسرا على ما فاتهم من الایمان متحزنا علیهم، حزین بود بر اونها و اونها را خطاب کرد، گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، ای قوم من پیام ربم را رساندم و نصحت لكم و خیرخواهی کردم برای شما ولکن لا تحبون الناصحین، اما شما خیرخواهان را دوست ندارید. ولوطا اذ قال لقومه، واقعه چهارم، جریان چهارم جریان لوط هست. لوط علیه السلام که برادرزاده ابراهیم علیه السلام بود، با ابراهیم علیه السلام از عراق، از بابل عراق و از نینوای عراق هجرت کرد، آمد به ملک شام. اینجا که به ملک شام آمدن، نزدیک شام منطقه بود به نام صدوم، روستاهای متعددی داشت. الله عزوجل به لوط که لوط پدرش در همون جوانی فوت کرد، بزرگ شده ابراهیم بود و تربیت یافته ابراهیم بود و بعدا الله عزوجل به اون پیغمبری داد. لوط علیه السلام را پیش این قوم فرستاد. این قوم عجیبی بود، قوم همجنس باز بود، مرد به طرف مرد می رفت، عمل لواط انجام میداد، عملی که خلاف فطرت هم هست. بنده قبلا خدمت طلاب عرض کردم که عملی هست که حتی حیوانات هم این عمل را ندارن. حیوان که حیوان است، حیوان نر به طرف ماده میره، نر به طرف نر نمیره، اما اینها میرفتند و میگویند در کتاب ها هست، تحقیق ندارم، میگن فقط خنزیر و خوک اینطور هست که نرش به طرف نر هم میره. به همین خاطر میگویند که بعضی انسان ها که گوشت حیوانات را میخورند اون تبخور هم میگیرند،
اثرات یکی از اوصاف معروف خنزیر بی‌حیایی هست، یه حیوان بی‌حیایی هست و دلیل بی‌حیایی شاید همینه. لذا کسانی که گوشت خوک میخورند بی‌حیا میشند، اصلا حیا در ذهن اونها جایی ندارد، اصلا نمیدونن یعنی چه. برای اینها لباس و لختی هیچ فرقی نمی کند، عادی هست. لذا الله عزوجل به انسان حیا داده، فطرت سلیمه داده، فطرت سالم داده. اینها به سبب گناهان و به سبب معاصی که داشتند، اینها به طرف این مسئله فساد، تمایل به همجنس که متاسفانه امروز مقوله شده، در دنیا علنی شده و اینقدر این انسانهای بیباک و بیشرم گستاخ شدن که دارن تبلیغ میکنند، از حکومتها و از دولتها تقاضا میکنند که همجنس بازی را و ازدواج مرد با مرد یا ازدواج زن با زن را مشروعیت بدند و به عنوان یک قانون تصویب بکنند که هر که خواست، هر مردی خواست با مردی ازدواج بکنه. اینقدر فطرت ها پست شده و اینقدر اینها هم معلوم نیست که انتظار عذاب الهی را دارند. عذاب هم گاهی به صورت تک و توک می آید، ما مطلع میشیم گاهی نمیشیم، اما اون عذاب همگانی این پیامبر آخر الزمان از رب خواسته که بر این امت نیاید. لذا اون عذاب چه امت دعوت باشد چه امت اجابت نمیاد. اما امروز مردم این کار را بسیاری هستند تبلیغ میکنند، به عنوان یک افتخار میدانند، در حالی که در اون صورتی که الله بیان فرموده بعد از ازدواج رابطه مرد با زن نسل بشر ادامه پیدا می کند، هزاران منافع دارد، کانون خانواده گرم میشه، زندگی انسان راحت میشه، زندگی همراه با آرامشی دارد. الله فرموده هن لباس لکم و انتم لباس، زن موجب تسکین و آرامش مرد میشه، مرد موجب تسکین و آرامش زن میشه و زندگی با راحت و با طمانینت ادامه مییابد. در این بغیر از شهوترانی چی هست؟ شهوترانی که انسان وقتی که زیاد به طرف شهوت بره خوی بهیمیت و حیوانیت پیدا میکنه، خوی بهیمیت که پیدا بکنه درنده میشه، برای هیچ کس پروایی هم نداره. لذا میبینیم فساد، قتل، خونریزی، خودکشی، خودسوزی در این کشورها که این مسائل هست موج میزند. ما کمتر به اخبار حوادث و اتفاقات توجه میکنیم. لذا هر جایی که این بدبختی ها میرود روز به روز پریشانی ها و مفاسد بیشتر میشود. لذا الله عزوجل میفرماید این قوم این بدبختی را داشت. وقتی که حضرت لوط علیه السلام اونها را تبلیغ کرد، اونها گفت تو برو همون پاک بمان، مسخره کرد، تو پاک بمان ما ناپاک، تو با ما کار داشته نباش. و وقتی که لوط علیه السلام ناامید شد، خدای عزوجل فرشتگان را برای عذاب فرستاد. اما خدا وقتی که میخواد قومی را بیشتر زجر بده، قومی را بیشتر متحسر و متعلم بگرداند، این فرشتگان به شکل بچه ها و نوجوانان زیبارو بدون ریش، به اصطلاح خوبصورت آمدند. زن لوط که در واقع مشرک بود و منافق بود فوراً خبر داد که در خونه ما چنین شکارهای آمده. قوم خوشحال هم دیگر را خبر کردند، دوان به طرف خانه لوط علیه السلام آمدند. اینجا که آمدند لوط متوجه شد که قوم داره میاد، مردم داره میاند به طرف مهمانان. لوط پیغمبر هنوز نپرسیده مهمانان که شما کی هستید، علم غیب هم نداره که بدون اینها مهمان هستند. لوط دیگه از ناراحتی نفسش بند آمد.
آمد جلوی خانه اش گفت ای قوم از خدا بترسید. یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم، دختران من هستند، اینها برای شما پاکیزند. بعضی گفتن دختران یعنی زنهای شما دختران منند، شما اگر نیاز جنسی دارید به طرف زنهای خودتون برید. و بعضی گفتن لوط علیه السلام تا این اندازه ایثار و از خودگذشتگی نشان داد که به قوم گفت بیایید من دخترانم را به عقد شما در میارم، ولی نکنید این کار را با مهمانان من، مهمان هستند، رسوا نکنید. قوم گوش به حرف نداد، فشار آورد بر لوط و لوط فشار آورد و لوط اینجا یه تمنایی کرد، قرآن اون را ذکر کرده که گفت که کاش من قدرتی داشتم، چنان قدرت و زور و توانایی که همه شما را می زدم، او آوی الى رکن شدید، یا اینکه لو ان لی بکم قوه، کاش که به اندازه همه شما من قدرت داشتم، همه شما را تار و مار می کردم، یا اینکه من قومی داشتم، قومی که از من حمایت می کرد و جلوی شما را می گرفت، شما را ادب می کرد. خلاصه اونها گوش به حرف نشدند، بر لوط فشار آوردند. وقتی که فشار آوردند لوط مقاومت میکرد، فرشتگان اینجا همه چیز را میدیدند، تماشا میکردند. به لوط گفته ای لوط بذار بیاند، ما عذابیم، ما مهمان نیستیم، ما عذابیم، برای عذاب اینها آمدیم. سبحان الله. وقتی که لوط شنید این را، لوط فوراً راه را باز کرد. اینها مثل پرنده های شکاری هجوم آوردن به طرف فرشته ها، اما قرآن میگه وقتی که به طرف اونها رفتن نرسیده، همه بینایی خودشون را اول از دست دادن، همه موندن. چی شد؟ جایی را نمی بینم، یکی افتاد اینجا، یکی اونجا سرش خورد، چه خبره، چی شد؟ گفتند که این عذابه، الان تا 3 روز بمانید، بعد از 3 روز عذاب شروع میشه. بعضی گفتن 3 روز، اما در بعضی آیات قرآن معلوم میشه که گفتند که تا صبح بمانید، چون که لوط علیه السلام گفت الیس الصبح بقریب، از بس که ناراحت بود بر این قوم گفت صبح دیر نیست، نزدیک تر نمیشه. علی ای حال الله عزوجل عذاب داد. چگونه عذاب داد؟ اینها همینطور که چشمهاشون را از دست داده بودند، همه این قوم، همه این طایفه، برای تک تک اونها الله عزوجل سنگ تعیین کرده بود. سنگ که این سنگ ها ممدود، یعنی نشانی شده، ته به ته بودند و مسومتا عند ربک، نشانی شده بودند این سنگ باید به سر فلانی بخوره. این سنگ های کوچکی بودند، اما هرگاه که این سنگ می آمد به سرش می خورد، در درونش انفجار پیدا می کرد، تمام بدنش را له می کرد. گویا اینها مثل بلا تشبیه بمب اتم بودن. این سنگ ها چنان قدرت داشتن. دیگه الله عزوجل عذاب دیگه دا 3 نوع عذاب. یکی اون صیحه و اون فریاد که میگیم، اون فریاد هم بود که جگرهاشون را پاره کرد. و سوم الله عزوجل به جبرائیل دستور داد روستاهای اینها را ببرند. این قوم را میگه المؤتفکات، یعنی روستاهایشون سرنگون شده، روستاها را برد به آسمان و از اونجا زد به زمین. همونطور که در راه بودند سنگها هم کارشون را کردند. همه عذابها یک باره آمدند. الله می فرماید ولوطا اذ قال لقومه، لوط زمانی که گفت به قومش اتأتون الفاحشه، آیا شما مرتکب عمل فحش می شوید، عمل بی عفتی، ما سبقکم بها من احد من العالمین، همان کاری که سبقت نگرفته به آن کار از شما هیچ یکی از جهانیان تا به حال هیچ یکی از انسانها و جهانیان این کار را نکردند.
اون کار چیه؟ انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، همانا شما میایید پیش مردان به منظور شهوت رانی به غیر از زنها. بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قوم متجاوز هستید. اما قوم چه جواب داد؟ و ما کان جواب قومه، نبود جواب قوم الا ان قالوا، مگر اینکه گفتند اخرجوهم من قریتکم، اینها را بیرون کنید از روستا، اینها را بیرون کنید از قریه. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، اینها انسان هایی هستند که پاکی میخواند، پاکی اختیار میکنند. اینا میخوان پاک بمانند، از روستای ما برن بیرون، بیرونشون کنید. الله میفرماید اینجا خلاصه تفصیل همون که بنده عرض کردم در سوره هود تفصیلش آمده. فانجیناه و اهله الا امرأته، ما نجات دادیم لوط را و اهلش را. اهل منظور تمام متعلقین هستن مگر زنش. چرا؟ زن مشرک بود، منافق بود. کانت من الغابرین، این به دلیل نفاق شد از غابرین، کسانی که ماندند اونجا. و امطرنا علیهم مطرا، ما باران دیم بر آنان باران بدی که باران سنگ هست، سنگ بارانشون کردیم. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، ببین که عاقبت مجرمان چگونه هست. الله به چه کیفری اونها را گرفتار کرد. و در این سلسله پنجمین داستان، آخرین داستان که این 5 داستان را الله عزوجل بعضی جا به صورت مفصل، بعضی صورتها به صورت مختصر در 2 آیه، در 1 آیه، همه این داستان ها را الله به همین ترتیبی که اینجا هست ردیف می کند به منظور عبرت ماها. لذا این داستان ها را نمی خوانیم که بدانیم چی شد، بلکه میخوانیم عبرت بگیریم، ببینیم این اقوام چه بدبختی داشتن، چه مرضی داشتن، ما اون مرض را داشته نباشیم. اون چیزی که در داستان شعیب می آید، مرضی که این قوم داشت متاسفانه ما امروز داریم تو بازارهایمون. کلاهبرداری، فریب دادن مردم. لذا ببینید عذاب خدا چگونه میاد. و الی مدین اخاهم شعیبا، به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. شعیب که شعیب هم این را خدمت شما عرض کنم که از اولاد ابراهیم فقط اولاد اسحاق همه انبیا بودند، همه انبیاء بنی اسرائیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، بیا تا پایین، موسی، هارون، یوشع، حزقیل و غیره، اینا همه انبیا بودند. چندین که ما نامشون بلدیم، هزاران که ما نامشون بلد نیستیم، همه پیغمبرزاده بودند. از اولاد اسماعیل خودش پیغمبر بود و رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر بود. بعضی فرزندان دیگه داشت حضرت ابراهیم که از اون فرزندانش هم پیغمبر داریم. مثلا همین مدین، و الی مدین اخاهم شعیبا، مدین نام شهر هم بود، نام جد و پدرشون هم بود. گاهی ما مثلا یه شهری داریم که شهرمون به نام پدر بزرگمون هست، علی آباد، حاجی آباد. اون کسی که شهر به نام او هست جد همین اهل روستا هست، پس هم نام شهر هم نام جد هست. مدین شهری هست که حضرت شعیب اونجا زندگی می کرد، اما مدین فردی بود از فرزندان ابراهیم. مدین خودش فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در میان این قوم خداوند شعیب را فرستاد. شعیب که در کتابهای بنی اسرائیل بهش یترو هم میگویند،
پدر خانم موسی علیه السلام میگن یترو هست، همین شعیب هست. این شعیب نسبش اینطوره، شعیب ابن میکائیل ابن شجر ابن مدین ابن ابراهیم علیه السلام. شعیب ابن میکائیل ابن یشجر بن مدین بن ابراهیم. لذا این شعیب آمد، قوم دو بدبختی داشت، یکی که شرک میکرد، دوم این که در کیل و وزن، در پیمانه، در داد و ستد خیانت میکرد، خیانت کاری میکرد. الله می فرماید و الی مدین اخاهم شعیبا، به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. حضرت شعیب گفت ای قوم عبادت کنید الله را. این انقلاب ایمانی، انقلاب فکری هست که ایجاد می کند. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بغیر از الله. قد جاءتكم بینة من ربکم، همانا آمده برای شما بینه، معجزه یا دلائل از جانب پروردگارتان. لذا اول به توحید پایبند باشید، دوم به اقتصادتون پایبند باشید، اقتصاد به قانون خدا در اقتصاد پایبند باشید. چیکار کنید؟ فاوفوا الکیل والمیزان، کیل را کامل بکنید، وزن را کامل بکنید، کیل و وزن را کامل کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نکنید در اشیاء مردم. لا تنقصوا حقوقهم، حقوقشون را ضایع نکنید، کم ندهید به اونها وقتی که برای اونها کیل میکنید، برای اونها وزن میکنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح زمین. دقت بفرمایید، این قوم عادت داشت که هر وقتی که از کسی چیزی برای خودش میگرفت سعی میکرد یک گرم، یک مسقال کم نگیرد. اما وقتی که به مردم چیزی میفروختند خیانت میکردند، خیانت میکردند، طوری میدادند که مثلا به جای 1 کیلو 900 گرم میدادند، به جای مثلا 10 کیلو 9 کیلو میدادند، ولی طوری وانمود میکردند که ما کامل میدیم. چیزی که بنده عرض کردم امروز در میان ما هست به عناوین مختلف. بعضی ها را ما متوجه میشیم، بعضی ها را متوجه نمیشیم. میگویند، مردم میگویند پمپ را طوری تنظیم کرده که شما میرید 20 لیتر بنزین میزنید، اونجا نشون میده 20 لیتر ولی در واقع 18 لیتر توش ریخته. 2 تا رو پمپچی برای خودش برمیداره پولش را. یا جای میرید چیزی را برای شما وزن میکنند، طوری تنظیم کردن ترازوی دیجیتالی را که 10 کیلو نشان میده، اون در واقع 9 کیلو هست. هر چیز را شما نگاه کنید نوشته وزن خالص اینقدر، ببر وزنش بکن میبینی کمه. اینا تمام خیانت هایی هست که فساد بازار به همین خاطره، رزق بی برکت میشه به همین خاطر. انسان لقمه میخورد، لقمه به فرزندانش میده، رزق حلال بخوره، رزق حلال بده. ما از طرف انتظار داریم فرزندان ما صالح و دیندار بشند، با خدا و با تقوا بشند. میخوایم با لقمه حرام اونها با تقوا بشند؟ با کلاهبرداری که ما انجام میدیم خیلی معاملات هستند. الان یک صنف را بگیم، یک صنف را نگیم، خوب نیست. هر جنسی میگیرید میبینید که اصلیش نیست، اصلا اعتماد نیست. ماشین میگیری میبینی عیب داره، زمین میگیری میبینی که اشکالی داره، تعریض داره نگفته. جنس میگیری به زعم خود جنس اصلی درجه 1 هست، بعدا میبینی قلابی در میاد. هر چیز اینطور هست. لذا این خطرناک است.
یکی از صورتهای عذاب همینی که بازار کاسد میشه، مردم زیر بار میرند، مردم پریشان میشن، به زندان میافتند به خاطر اینکه چک ها پاس نمیشه، فراری میشه، زن و بچهش در بدر میشه به خاطر اینکه نداره مال مردم بده. همه اکثر مردم در بدر میشن، ورشکست میشن. اینها عذاب جمعی برای ما نمیاد، ولی این نوع عذاب ها که میاد هر چی میکشیم از خودمان میکشیم. اگر یه وقتی کسی بر ما حاکم میشه، مسلط میشه که به خاطر بی تدبیری و سوء مدیریت او اقتصاد ما فلج میشه، این هم به دلیل عملکرد خود ماست. اعمالکم عمالکم، اعمال شما تبدیل به حاکم ها میشن، حاکم هایی که یا بر سر شما ظلم میکنند یا دنیای شما را خراب میکنند. لذا همه چیز را اونطور که اسلام به ما تعلیم داده به خودمان برگردیم، در خود جستجو بکنیم، خودمون را مطالعه بکنیم. پس ببینید این کاری که امروز ما داریم میکنیم، این کاری که داره انجام میگیرد، صورتهای مختلفی که وجود دارد، این چیزی است که خدا به خاطر این عذاب آورد بر این قوم. لذا باید تقوا را در نظر گرفت. رزق را الله میده، روزی را الله میده، کم باشد برکت میده، زیاد باشد از طریق حرام باشد، از طریق ربا باشد، از طریق سود باشد، یمحق الله الربا، الله نابودش میکنه. وعده خدا در قرآن است. لذا الله عز و جل میفرماید اونها را حضرت شعیب گفت ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه خدا زمین را اصلاح کرد فساد نکنید. چگونه اصلاح کرد؟ اقوام گذشته شرک کردن، خدا اونها را نابود کرد، نابود شدن، زمین اصلاح شد، از شرک، از کفر، از غیر الله پرستی، از گناه، از فساد پاک شد. باز انبیاء فرستاد، کتابها فرستاد. لذا شما دوباره شروع نکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این بهتر است برای شما اگر شما مؤمن باشید. اگر شما مؤمن واقعی باشی بهتره. یعنی از نظر بازار هم این کاری که من شعیب میگم انجام بدید بهتره، برکتش بیشتره. و دیگه اینکه مردم را جلوگیری نکنید از راه خدا. یکی دیگر از خباثت این قوم این بود که همیشه سر راه مردم می نشستن. هر کس میخواست به طرف شعیب بره میگفت نروید. همون کاری که قریش مکه با رسول الله صلی الله علیه وسلم میکردن. ابو جهل تعیین کرده بود ورودی های مدینه را، مکه را چندین ورودی داشت، 10 11 تا، بعضی گفتن 9 تا ورودی داشت. هر جا یکی را نشانده بود. هر کس که می آمد از بیرون می آمد، از شام می آمد، از یمن می آمد، از بحرین می آمد، از مدینه می آمد، از طائف، از هر جا می آمد. می گفت ببینید پیش این نرید که دیوانه میشید، جادو میکنه. لذا با شعیب علیه السلام همین کار می کردن. الله می فرماید ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله، ننشینید به هر راهی که توعدون بترسانی مردم را، و تصدون و باز دارید از راه خدا. باز دارید چه کسانی را؟ من آمن بهی، باز دارید اونهایی را که ایمان به او آوردند، یعنی ایمان به راه خدا. و تبغونها عوجا، و در آن عوج و کجی، انحراف بطلبید، یعنی شبهات القا می کردن، مردم را مشکوک می کردن. همون کاری که امروز هم خیلی ها هستن، شبکه ها هستن، ماهواره ها هستن، نشستن شب و روز درباره دین، درباره اسلام، درباره قرآن، در مورد پیامبر، درباره توحید شبهات القا می کنند. برای مسلمانی که علم ندارد نگاه کردن اینها جایز نیست. یکی در رابطه با پیغمبر شبهه ایجاد میکنه، شبکه های تبشیری میگن حضرت عیسی هیچ نجنگید، پیغمبر جنگید، عیسی ازدواج نکرد، پیغمبر 9 تا زن گرفت، و از این چیزها که ذهن جوانان ما را خراب میکنند. یک گروه نشسته درباره توحید القاء شبهه میکند و غیر الله پرستی را، همه چیز پرستی را
تبلیغ میکنه، مردم را تشویق میکنه، فلان فلج رفت این نتیجه گرفت، فلان کور رفت این نتیجه گرفت، شما هم برید سجده کنید، برید عبادت کنید. یکی در رابطه با مسائل در قرآن یک شبکه‌ای هست که فقط چند نفر نشستن تک تک آیات را اول ترجمه میکنن به فارسی، بعد شروع میکنن ایراد میگیرن، مسخره میکنند و سعی میکنند جز اشتباهات قرآن. اینا مردمی که علم ندارن نباید گوش کنند. یا بعضی کتاب هم نوشتند و قرآن را هدف قرار دادن که اشتباهات تاریخی قرآن، اشتباهات جغرافیایی قرآن، غافل از این که خودشون بیخبر هستند. معیار برای اونا تاریخی است که اون تاریخ را خود انسان ها نوشته، لذا میگه با تاریخ مطابقت نداره. خب تاریخ اشتباه کرده. تاریخ چیه در مقابل قرآن؟ تاریخ را ما بعد از 100 سال از این اون شنیدیم و نوشتیم، ولی قرآن را خدایی که از همه مغیبات خبر داره گفته تاریخ شما غلطه، قرآن درست میگه. لذا پس این شبهات است. امروز شبهات به وسیله کتاب، به وسیله مجلات، به وسیله کانال ها، به وسیله شبکه های ماهواره‌ای، اینها بر علیه اسلام، قرآن، پیامبر، صحابه، در رابطه با هر چی که اینها میشه نباید توجه کرد وقتی که علم ندارید. لذا اونها همین کار، اونها سر راه. اون زمان شبکه ماهواره‌ای همین راه بود، اون زمان این پیشرفت نبود، و الا اگر این پیشرفت بود از اون طریق اینا استفاده میکردن. اینا میرفتن سر راه می نشستن که مردم از اینجا میان رد میشن. لذا الله میفرماید ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ننشینید به هر راهی که بترسانید مردم را، و تصدون عن سبیل الله، و باز بدارید از راه الله. من آمن به، مؤمنین را، آنانی که ایمان آوردن به آن، و تبغونها عوجا، و بطلبید در آن انحراف کجی، نکنید این کار را. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، ای قوم نعمت خدا را یاد کنید، زمانی که شما اندک بودید خدا شما را زیاد کرد، یا جمعیت شما کم بود خدا شما را زیاد جمعیت بالایی داد، یا اینکه مال شما کم بود خدا به شما مال داد. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت و انجام مفسدین، انسانهای فاسد چی شد، شما بترسید. و ان کان طائفة منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفة لم یؤمنوا، اگر یک گروهی ایمان آورده به این چی که من آوردم، به پیغمبری من اگر ایمان آورده، و طائفة لم یؤمنوا، یک گروه دیگه ایمان نیاورده، اونهایی که ایمان نیاوردند هر دو گروه منتظر باشند. فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، صبر کنید که خداوند بین ما فیصله و داوری بکند. و هو خیر الحاکمین، اون بهترین فیصله کننده است. به هر حال حضرت شعیب علیه السلام این تبلیغ را کرد، اما قوم چه جواب داد؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، گفتن کسانی که تکبر کردند از قوم شعیب، لنخرجنك یا شعیب، حتما ما تو را ای شعیب بیرون میکنیم. این عادت مستکبران است، سرکشان است، گردنکشان است. هر وقتی که به تنگ بیایند، دلیلی داشته نباشند، تهدید میکنند، دستگیر میکنند، بیرون میکنند، تبعید میکنند. شعیب را همین کار کردن. خب بیا استدلال با منطق صحبت کن، دلیل بیار. چرا بیرونش میکنی؟ چرا تبعیدش میکنی؟ چرا زندانش میکنی؟ گفتن لنخرجنک یا شعیب، حتما تو را بیرون میکنیم ای شعیب، والذین آمنوا معك من قریتنا، و آنانی که ایمان آوردن با تو از قریه ما، او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه برگرد به دین ما، برگرد. شعیب میگفت قال اولو كنا کارهین، یعنی آیا ما باید به دین برگردیم گرچه نپسندیم دین را؟
گرچه از این دین بدمون بیاد، از این دین تنفر داشته باشیم، باز هم به این دین برگردیم. ان نعود فی ملتکم ولو كنا کارهین. نعود فی ملتکم مقدر است. قد افترینا علی الله کذبا. لذا اگر ما این کار را بکنیم بر خدا افترا گفتیم. ان عدنا فی ملتکم، اگر برگردیم به دین شما بعد اذ نجانا الله منها، بعد از اینکه خدا ما را نجات داد. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. برای ما سزاوار نیست ما به دین شما برگردیم مگر اینکه خدا بخواهد. خدا بخواهد یعنی چه؟ یعنی این پیغمبر با وجود این عظمت و جایگاهی که دارد از سوء خاتمه می ترسد. اگر خدا خاتمه ما را بد کند چیزی دیگه هست، ما به اختیار خودمون بر نمی گردیم. الا ان یشاء الله برای اظهار عجز هست و می ترسد که من یعنی هر چی به دستور خدا است. وسع ربنا كل شيء علما. رب ما همه چیز را از نظر علمی در بر گرفته، یعنی خدا همه چیز را میدونه، من نمیدونم. اما کار من چیه؟ علی الله توکلنا. ما فقط و فقط بر خدا توکل میکنیم. بعد از این که بر خدا توکل کرد الان دعا میکند. پیغمبر در وهله آخر دعا میکند ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. بار الها بین ما و بین قوم ما فیصله حق بگردان و انت خیر الفاتحین. تو بهترین فیصله کننده هستی. حضرت عبدالله ابن عباس میگه حضرت شعیب یکی از پیغمبران است که زیاد نماز میخواند. هر پیغمبری در یک وصفی مشهور است. حضرت شعیب نماز زیاد میخواند. در قرآن هم آمده در سوره هود قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. شعیب این نمازت هست که تو را وادار میکنه ما این کار بکنیم، خدایانمون را ترک بکنیم؟ پس نماز زیاد میخواند. ابن عباس میگه کان شعیب کثیر الصلات، خیلی نماز میخواند. فلما تمادى قومه فی کفرهم، وقتی که قوم در کفر را ادامه داد، سرکشی را ادامه داد، و غیظهم و یأس من صلاحهم، از اصلاح اونها ناامید شد، دعا علیهم، دعا کرد این دعا ربنا افتح، خدایا فیصله کن. خدا هم فوراً پذیرفت، فیصله کرد. فاهلکهم بالرجفه، با زلزله خدا اونها را هلاک کرد. چگونه؟ الله می فرماید وقال الملأ الذين كفروا من قومه. ملأ سرداران گفتند به اونهایی که کفر کرده بودن از قوم، گفتند لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. اگر شعیب را شما پیروی کنید شما ضرر میکنید، زیان میکنید. ببین ضرر و زیان زیاد بود از نظر اونها. یکی این که دین آبایی و اجدادی را ترک میکنید. ضرر دوم اینه که شعیب به شما میگه که در کیل و وزن کوتاهی نکنید، شما مجبورید به مردم کامل بدید، گندم بدید، جو بدید، هر چی میدید کامل بدید. اون وقت شما اونقدر فایده نمی کنید، ضرر می کنید. ضرر این را می گفتن ضرر مالی. الله می فرماید فاخذتهم الرجفه، رجفه اینها را گرفت، زلزله اینها را گرفت. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، گشتن در دارشان جاثمین، به زانو افتاده و میتین، همه مردن به زانو افتادند. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. این انسان هایی که در زمین همه چیز داشتن، باغ داشتن، بازار داشتن، امکانات داشتن، الله می فرماید گویا اینها در زمین هیچ استفاده ای نکردند، چون همه چیز با عذاب تلخ شد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. آنانی که تکذیب کردن شعیب را گویا لم یغنوا فیها، در این زمین آنها هیچ بهره ای نگرفتند. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرین. آنهایی که تکذیب کردن شعیب را
آنان زیانکار شدن، نه مؤمنین. اونا به مؤمنین گفتن شما ضرر و زیان میکنید، ضرر خودشون کردند، همه چیز را از دست دادن، دنیا را هم از دست دادن، آخرت را هم از دست دادن. آخر حضرت شعیب علیه السلام افسوس میخورد، حسرت میخورد. فتولا عنهم، پشت داد به آنها، اعراض کرد، روی گردانی کرد از اونها، یعنی رفت برای خودش. و قال یا قوم، شعیب به قومش گفت ای قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، من به شما رسانیدم پیام های ربم را، و نصحت لكم، و من خیرخواهی کردم شما را. اما فکیف آسا علی قوم کافرین، چگونه من غم بخورم بر قوم کافر، قومی که خودش انکار کرد، خودش کفر کرد، خودش قدردانی نکرد، من چه غمی بر اونها بخورم. لذا حضرت شعیب این حسرت را خورد و قطعا این صدا را الله عزوجل به گوش قوم که اونها کفر کردند به گوش اونها رسانید. پس 5 تا واقعه خواندیم در این آیات که از این واقعات ما باید درس بگیریم. اینها بیان میکنن این را که هر کس در زمین اینجا در دنیا نافرمانی خدا بکند، سرکشی بکند، چه از نظر اعتقادی چه از نظر عملی. ببین هم از نظر اعتقادی، هم از نظر عملی، هم از نظر اخلاقی خداوند موارد را یاد کرد. متاسفانه در بعضی ملت ها هر سه مریضی هست. از نظر شرک میکنند، از نظر فساد اخلاقی دارند، از نظر خیانت و کلک در بازار همه خیانت ها را دارند. خب این قومی که هم شرک میکند، هم فساد جنسی دارد، هم بازارش خرابه، کلاهبرداری دارد، فریبکاری دارد، این قوم کجایش میخواد خوب بشه؟ این قوم انتظار داره که دعایش قبول بشه، همه چیز وفق مرادش پیش بره. لذا عزیزان پیام این قرآن و این اقوام گذشته اینه که ما باید اول عقیده من را درست بکنیم، دوم عمل من را درست بکنیم و در عمل معاملات، حقوق العباد، و سوم اخلاق را درست بکنیم، از فساد اخلاقی، از بیبندوباری، از هوای نفس، از خواهشات بدور باشیم. الله عزوجل همه ما را اصلاح بگرداند. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما زندگی من را زندگی قرآنی قرار بدیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور